بابا جان باز اینو حساب نکردی. شما 4 شب تو بیمارستان بستری بودی، 2 شب توی CCU بوده، 2 شبش توی بخش بوده که کل حساب شده این مبلغ. یه مبلغی من دادم به خواهرت که به شما بده که شما حساب کنی. نداد دیگه، من جیب خودم خرج کردم. ای بابا. یعنی دیرت میشه تا بیمه پول بده؟ شرمنده، من به این پول خیلی احتیاج دارم بابا. هر جوری شده من تا فردا جور میکنم. فقط پول داروهاتونم خیلی زیاد شده. اونم تو حساب کردی؟ نه کدوم یکی از بچه‌ها میاد کاری که من واسه انجام میدم و انجام میده؟ برو خدا رو شکر کن یکی مثل من گیره تو ماهی داره خر عملیات رو انجام میده. چایی بریزم واسه تو؟ نه خیر. فردا پول بیمارستان و با پول دارو به حسابم میریزی دیگه. خیالت راحت باشه. یه چیز دیگه باز مالیه؟ با اجازه شما بله. شما یه زحمت بکش فردا که پول بیمارستان داری میریزی به حسابم، اون طلب قبلیمونم بریز به حسابم. اونه ندارم بدم. یعنی چی ندارم؟ 3 میلیون تومان پول بهتون قرض دادم، قرار شد 1 ماه اینو به من برگردونی. الان 2 ماه گذشته. حرمت موی سفیدتون رو دارم. حساب شرایط منم بکنین دیگه. خرج بیمارستان با منه، دوا دکتر با منه، خورد و خوراک خونه با منه، پول توی جیبتون با منه. کدوم یکی از بچه‌هاتون توی شرایط تنگ دستی خم به ابروشون میاره؟ داری سواری میگیری دیگه پدر من. جناب سرتو نچرخون، منو نمیتونی ببینی. یه دقیقه گوشت با من باشه بعد میرم. شما؟ هر کی. تو یه دقیقه گوش بده. بفرمایید. چند سالته؟ 32. نپرسیدم که جواب بدی، میپرسم که فقط گوش کنی. بعدش کی فرستادت مدرسه؟ خرج خورد و خوراک تو کی میداد؟ کی فرستادت دانشگاه؟ کی این هیکل و گندش کرد که آقا وارد بازار کارش پول در بیاره بعد اینجوری به رخ باباش بکشه؟ انقدر منت پولاتو سر پدرت نذار، پدرته، حواسش هست که بهت برگردونه. الانم اینجوری به من نگاه نکن، این حرفا بین خودمون بمونه. کلا من باید چقدر بریزم به حسابه؟ پسرم جانم بابا. کلا مجموعاً چقدر میشه بریزم به حسابه؟ هیچی بابا. هیچی یعنی چی؟ هیچی دیگه. من یه مقدار از قبل به شما بدهکار بودم که الان از این پول کم کنی من باز به شما بدهکار میمونم. کدوم بدهی؟ مال خیلی وقت پیشه بابا. مطمئنی؟ آره بابا جون خیالت راحت.